همه یکی هستیم، همه عبدیم. عبد رب یکیه اما عبید زیادن. رب فقط یکیه، الله رب العزت والجلال. باقی همه عبیدن با همه طبقاتشون. کسی طبقه شو به رخ کسی نکشه. سر پل سراد میدونه که سرمایه داره، که حاکمه، که موفقه، که خوشبخته. اگر شهادتین هنگام مرگ به زبان تامن، اون موقع میدونی که تو سرمایه داری. چون پیامبر گفته هر کسی آخرین کلامش در دنیا شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله باشه، اون بهشتیه. اگر نیامد هیچی به درد نمیخوره. 4 نفر نشستن بغل گوشت، بگو لا اله الا الله. یه کلید گاف صندوق، کلید گاف صندوق. ماشینا هم چه شد؟ شرکت هم چه شد؟ اونا به کی میرسه؟ به هر کسی برسه. ای مسکین، بگو لا اله الا الله تفلحو. بگو لا اله الا الله. اما همون فقیر درویش مسکینی که تو به نظرت نمی آمد، قبل از مرگش نمازش خونده، وضوش گرفته، مسواکش زده، غسلش زده، حلالی میطلبه، رو به قبل خودش شهادتش میده، بعد نفس خالی میکنه. بعضی همینجور چشمش مثل خون میشه، هی حلقومشون ورم میکنه، روحش میاد تا حلقومش دوباره بر میگرده. همطور جان میده، نمیتونه تخلیه بشه. بگو لا اله الا الله. چی؟ تو عمرش نگفته. بعضی از عزیزان امشب مثل دیوانه ها میشن. این مسجد الان ختمه، مسجد فلان جا ختمه، مسجد فلان جا ختمه. میرسونن خودشونو مثل پروانه، میرسونن اینجا تموم شد، میدونن برو جای دیگه، برو جای دیگه، اونجا یک عالمی دیگه هست. سبحان الله. نمردیم و چه دیدیم. خدا رحمتت بکنه جناب شیخ. اینا همه ثمره اخلاص توست جناب مولانا عبدالعزیز، ثمره اخلاص توست. جناب امام مستا ربیعی، اینا آقای ضیایی، امام مستا ربیعی، مولوی عبدالملک، امثالهم، که بهترین نوع مرگ و شریفترین و سعادتمندترین نوع مردن و آبرومندترین نوع مردن نصیبشون شد. ما راضی نمیشدیم که شیخمون و مرشدمون و مربیمون کمتر از شهادت بمیره. ما خوشحالیم که پرونده علمای بزرگمون اینطوری جمع شد و برای علمایی که الان هستن بازم راضی نمیشیم که مرگشون کمتر از شهادت باشه. اینا ثمره اون نفس گرمی است که از معدن اخلاص و عقیده و محبت و عشق به بشریت و عشق به خدا. سعدیا مرد نیکونام نمیگیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نیکویی نبرند.